به هر زور و زبری بود ملعون خودش رو رسون به خیمه های امام حسین. زبونم دال یه جسارت و بیادبی به امام حسین و اهل عیال امام حسین کرد. ابوالفضل فهمید، سری سوار بر اسب شد که این ملعون رو بگیره. این تا فهمید دومشو گذاشت رو کولش، ده برو که رفتیم الفرار. رفت تو لشکر. این عموی نترس ما هم دنبالش رفت تو لشکر. عین عبارته از ترس هیبت ابوالفضل کل جراد، مثل ملخ پراکنده می شدن. با انگشت نشون میدادن آقا ما نبودیم، از اونجا رفت، از اون اونا. ابوالفضل یقش کرد، پاشو گرفت انداخت جلو امام حسین. آقا دستور بده تا سر از تنش جدا کنم. ببین و هو صاحب رأس الحار، ابوالفضل ناز کسی رو نمیکشه اگر کسی به اهل و عیال اون کسی که تو خیمه امام حسین توهین کنه. فهمیدی چی گفتم؟ من و تو خیمه امام حسینیم، هیچ کفیلی بهتر از عمود پیدا نمی کنی بره اون کسی که حق تو خورده یقه کنه برداره بیاره. بسم الله فرمانده سپاه سار الله، فخر المبارزین ای والله، به برادر